شمایی که پاس این روزها و شبهای رحمت را دارید و پیوسته به حمد باری تعالی مشغولید. باشد که دستهای شما پر از اجابت آن یگانه عالم از بارگاه باز گردد و مغفرت و نعمت نصیبتان شود. با کتاب شبی دیگر و بازخوانی فرازهای دیگر از تفسیر وزین و شریف کشف الاسرار در خدمت شماییم. همان گونه که می‌دانید این تفسیر اثر احمد ابن محمد میبودی در قرن ششم هجری قمری است که از خواجه عبدالله انصاری عارف و عالم قرن پنجم نقل شده است. دیشب بخشی از داستان یوسف را که در قرآن روایت شده شنیدید و امشب نیز بخش‌های دیگری از این داستان را برای شما انتخاب کرده ایم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پس از مرگ عزیز مصر، زلیخا بیوه او دچار بدبختی شد. مالی که داشت از دست بشد. در یمن برادرانی داشت که سلطنت آنجا داشتند. دشمنی بر آنها دست یافت و همه را بکشت. زلیخا بیمال، مرگ عزیزان دیده، روزگار دراز در اندوه عشق یوسف گذرانیده، پیر و ناتوان شده بود. با این همه هنوز بت می‌پرستید. آخر روزی در کار خود اندیشه کرد و خطاب به بت گفت: تو سود کنی نه زیان، ولی پرستنده تو هر روز که براید نگونسارتر و زیانکارتر. من از تو بیزار گشتم و از پرستش تو پشیمان و به خدای یوسف ایمان آوردم. آنگاه بت را بر زمین زد و روی به آسمان کرد و گفت: ای خدای یوسف، اگر گناهکار میپذیری اینک آمدم، بپذیر. اگر درد درماندگان را درمان میکنی، من درماندم و بیچاره چاره من بساز. ای خدای یوسف، دانی که من به جمال بسی کوشیدم، به مال جهد کردم، در چاره حیلت بسی آویختم و به مقصود نرسیدم. مرگ آن همه گرامیان دیدم و فراق خیشان چشیدم و رنج درویشی و عشق یوسف بر دلم هر روز تازه تر است. بار خدایا مرا ببخشا و یوسف را به من بنما که از تدبیرها و حیلتها عاجز ماندم. از آن روز که زلیخا ایمان به خدا آورد و یاد او به دل یوسف گذشت، 15 سال گذشته بود که روزی یوسف با خیل و حشم به عنوان گردش و ضمناً جستجویی از زلیخا به تماشای شهر گذرانید و به هر کوی رسیدی احوال زلیخا جویا شدی. و زلیخا هم که شنید یوسف به تماشای شهر می آید، به سر کوی آمد و انتظار دیدن یوسف داشت. چون نزدیک رسید او را گفتند اینک زلیخا پیر و نابیناست. یوسف آنجا ایستاد. زلیخا را پیش آوردند. حوادث روزگار در او اثر کرده، از اشک بسیار مژه چشمانش همه ریخته و نابینا گشته، شماتت دشمنان هم او را گداخته بود. یوسف که او را دید آب در چشم آورده اندوهگین گشت. زلیخا گفت: بزرگ است خدایی که بنده را به عز طاعت عزیز کرد و پادشاهان را به ذل معصیت ذلیل. آنگاه گفت: ای یوسف، مرا به سرای خود خوان که با تو حدیثی دارم. یوسف فرمود تا او را به سرای بردند. چون یوسف را دید گفت: بدان که من به خدای تو ایمان آوردم و به یگانگی او گواهی میدهم. اکنون به تو 3 حاجت دارم. اولا که نزد خدا شفاعت کن تا بینایی به من باز دهد. یوسف دعا کرد و چشم زلیخا بینا شد. دوم آنکه از خداوند بخواه جمال مرا به من باز دهد. یوسف دعا کرد و چنان که خواست شد. سوم آنکه مرا به زنی بخواه. از این خواهش یوسف سر در پیش افکند تا جبرئیل آمد و گفت: تا کنون زلیخا به حیلت و مکر تو را میخواست، لاجرم به تو نمیرسید. اکنون که تو را از ما خواسته و به سبب تو با ما آشتی کرده، درخواست او را روا کن. یوسف به فرمان خداوند او را به زنی گرفت و از آنها 2 پسر متولد گشت.
برادران یوسف به سبب نیاز و درویشی به مصر آمدند. یوسف به ایشان نگاه کرد و به فراست آنها را شناخت، لکن آشکار نساخت و گفت جوانان از کجا می آیند؟ و با اینکه می دانست از کجا می آیند، لکن همین خواست که ذکر کنعان و وصف حال یعقوب را از ایشان شنود. برادران گفتند ای آفتاب خوبان، ما از کنعان می آییم. گفت به چه کار آمده اید؟ گفتند به تظلم از این گردش تلخ زمانه بی‌وفا. روزگار نامساعد پرده تجمل از روی ما فرو کشیده و باری آورده ایم نه سزاوار حضرت تو. به کرم خود ما را بنواز و به بضاعت ما منگر. ما را خوشنود گردان که پدری پیر داریم تا به نزدیک وی باز شویم. یوسف چون نام پدر شنید بسیار بگریست، اما نقاب بر چهره بسته بود و ایشان ندانستند که وی می‌گرید. آنگاه غلامان خویش را بفرمود که بارهای ایشان جز به حضرت ما مگشایید و پیش از آن که ما در آن نگریم در آن منگرید. ایشان همه تعجب کردند که این چه حال است و چه شاید بودند. چندان بارهای قیمتی از اطراف جان بیاورند هرگز نگوید که پیش من بگشایید، لابد اینجا سری است. سرش آن بود که این بار محقر هر ذره آن حامل عشقی و حامل دردی بود از دردهای یعقوب. پس یوسف بفرمود که ایشان را هر یکی شترواری بار بدهید و بضاعتی که دارند از آنها ستانید و ایشان را گفت در بازگشتن بنیامین برادر خود را هم بیاورید. و یعقوب آن فرزند را به بوی یوسف که برادر پدر و مادری او بود نزد خود نگاه می داشت تا مایه دلجویی او باشد و بوی گل را از گلاب جوید و برای او غمگساری باشد. برادران چون بارها را باز کردند بضاعت خویش در آن میان دیدند. یعقوب گفت من در عزیز مصر جوانمردی تمام می‌بینم. بضاعت از راه شفقت از شما بستد و برای نفی خواری و مذلت آن را پنهانی رد کرد که اگر در ظاهر رد کردی خوراک که دادی بر سبیل صدقه دادی و صدقه ستاندن شما را نپسندد. گویند عارفی بزرگوار به خانه درویشان شدی و ایشان را زر و درم بردی. گفتی این نزد شما ودیعت نهم تا آنکه بخواهم. پس از 3 روز کس فرستادی برای ایشان و خواهش نمودی که چون از من سوگندی بیامدی که آن ودیعت باز نخواهم و به کار من نیاید، اکنون شما اندر رفع خلل معیشت خیش به کار برید تا سوگند من راست شود و من سپاس دارم و منت پذیرم. بزرگان صدقه را به درویشان انسان دادی. در بزرگواری حسین ابن علی نوشتند حضرت چون درویشی را دیدی گفتی تو را که خوانند و پسر کیی؟ درویش گفت من فلان پسر فلانم. حسین گفتی نیک آمدی که از دیرباز من جویای تو بودم که در دفتر پدر خیش دیدم و پدر تو را چند درم بر پدر من است. اکنون میخواهم تا ذمه پدرم را از حق تو فارغ گردانم. و بدین بهانه بنیامین از پیش پدر بیامد. پدر را درد بر درد بیفزود، اما یوسف به دیدار وی بیاسود. آری این چنین است تقدیر الهی و حکم ربانی. آفتاب درخشان هرچند فرو می شود تا بر گروهی تاریکی آرد، ولی به گروهی دیگر باز براید و روشنی تابد. بنیامین را اگر شب فراق پدر پیش آمد، آخر صبح وصال یوسفش برآمد و ماه روی دولت ناگاه از در آمد. برادران چون از کنعان بیرون شدند بنیامین را گرامی داشتند و خدمت وی کردند تا به یک فرسنگی مصر رسیدند. یوسف کسی را نشانده بود تا از آمدن آنان او را خبر کنند. یوسف را خبر کردند که آن 10 مرد کنعانی بیامدند و با آنها جوانی دیگر است. یوسف بفرمود تا سرای بیاراستند و آذین بستند و تخت بنهادند و امیران و وزیران
هر کس را به جای خیش به خدمت بداشتند. یوسف خود را بیاراست و تاج بر سر نهاد و بر تخت پادشاهی بنشست. چون برادران بیامدند بر پای خاست و همه را نوازش کرد و پرسش نمود و پیش خود نشانید. آنگاه روی به بنیامین کرد و گفت ای جوان تو چه نامی؟ گفت بنیامین و به پا خاست و بر یوسف ثنا کرد و آفرین گفت. یوسف پرسید فرزند داری؟ گفت آری. گفت چه نام نهادی؟ گفت یوسف. گفت چرا نام یوسف کردی؟ گفت از بهر آنکه مرا برادری بود نام یوسف و غایب گشت. اکنون این پسر را یوسف خواندم تا یادگار او باشد. یوسف زیر برقع بگریست و زمانی خاموش گشت. آنگاه گفت طعام بیارید. ایشان را 6 خوان آوردند آراسته و ساخته با خوراک‌های رنگارنگ. یوسف گفت هر 2 برادر که از یک مادرند بر یک خوان نشینند. 2 بر 2 همین نشستند و بنیامین تنها ماند. یوسف گفت تو چرا نمی نشینی؟ بنیامین بگریست و گفت شرط همخوانی هم مادری کردی و مرا برادر هم مادری نیست. آن کس که برادر هم مادری من بوده حاضر نیست. نه زندگی وی مرا معلوم تا بجویمش و نه از مردگی او مرا خبر تا بمویمش. نه طاقت دل بر فراق نهادن، نه امید وصال داشتن، و نه آن پدر پیر را در مهنت و سوگواری دیدن و نه به چاره او رسیدن. یوسف رو سوی برادران کرد و گفت چون او تنهاست فرمان دهید تا با من بر خوان نشیند. برادران همه عزیز را آفرین کردند. پس یوسف او را با خود بر خوان نشاند. در آن حال یوسف دست از آستین بیرون کرد تا غذا خورد. بنیامین دستهای یوسف بدید. دمی سرد برآورد و آب از چشم فرو ریخت و غذا نمیخورد. یوسف سبب پرسید. گفت چون که دستهای تو دیدم که سخت ماننده به دست و انگشتان برادرم است. یوسف چون این سخن بشنید گریستن به او افتاد و بر خود پیچید، اما صبر کرد و خویشتن را ننمود تا از طعام فارغ شدند. پس یوسف به خلوتخانه خود باز رفت و کس فرستاد و بنیامین را بخواند و در آن خلوتخانه به او گفت آیا دوست داری به جای آن برادر که ناپدید شد من برادر تو باشم؟ بنیامین گفت شاها، چون تو برادر کرا بود و کرا سزد. لکن نه چون یوسف که یعقوب و راحیل آن را زادند. یوسف این سخن بشنید، بگریست و برخاست و او را در بر گرفت و گفت اندوه مدار و غم مخور که من یوسف برادر تو هم. چون یوسف بنیامین را به نام دزدی باز گرفت، هرچند برادران کوشیدند و حرمت پیری شفیع آوردند تا یکی از ایشان را به جای او بدارد و بدل پذیرد، سودی نداشت. این اشارت است که فردای قیامت هر کس به فعل خود مسئول و به گناه خود مأخوذ است. نه پدر برای فرزند و نه فرزند برای پدر سودی دارد. این بود که یوسف گفت پناه بر خدا، کسی را به زور بگیرم و نگاه دارم جز آن کس که جام شاهی در متاع او یافتم؟ چون یعقوب دل در بنیامین بست و پاره‌ای در وی آرام آمد، دیگر باره در حق او دهره زهرآلود از نیام دهر برکشیدند و او را از پدر جدا کردند
تا نام دزدی بر او افکندند. بر بلای وی افزودند و بر زخم او نمک پاشیدند و سوخته را باز بسوختند. چندان که آتش خرقه سوخته خواهد تا بیفروزد و درد فراق دل سوخته ای خواهد تا با وی در سازد. پس چون یعقوب از بنیامین درماند، سوزش به غایت رسید و از درد دل بنالید و به زبان حسرت گفت: ای افسوس بر یوسف و برادرش. از جبار کائنات پیام آمد که ای یعقوب، تا کی از این تأسف بر فراق یوسف و تا کی این غم خوردن و نفس سرد دادن؟ خود هیچ غم نخوری که تا به وی مشغولی از ما باز مانده ای؟ ای یعقوب، نگر تا دیگر نام یوسف بر زبان نرانی، وگرنه نامت از جریده انبیا بیرون کنم. یعقوب چون سیاست عطا و حق دید، از آن پس از یوسف یاد نبود، تا از درگاه عزت از لطف و رحمت به جبرئیل فرمان آمد که نزد یعقوب شو و یوسف را به یاد او آور. جبرئیل آمد و نام یوسف برد. یعقوب آهی کشید. آنگاه وحی آمد که ای یعقوب، ما دانستیم زیر آه تو چیست. به عزت و جلال خود سوگند که اگر یوسف مرده بود، چون وفاداری کردی برای تو او را زنده می کردیم. برادران یوسف قصه با یعقوب گفتند. گفت: این چه داغ است که دیگر بار بر جگر این سوخته پیر نهادید؟ گاه عذر گرگ آرید و گاه عذر دزدی. از خاندان نبوت دزدی نیاید. شما را باز باید رفت که از این حدیث بویی همی آید. ایشان گفتند: ما را بر آن درگاه آبروی نیست، مگر تو نامه‌ای نویسی که نامه تو را ناچار حرمت دارند. پدر قلم برداشت و این نامه نوشت: به نام خداوند بخشنده مهربان، از یعقوب پسر اسماعیل پسر ابراهیم خلیل و عزیز مصر. خانواده‌ای هستیم که بلا پیوسته در خاندان ماست. جدم ابراهیم را دست و پا بستند و در آتش افکندند. خداوند آتش بر او سرد و سلام گردانید. پدرم را کارد بر گلویش نهادند. خداوند برای او فدیه فرستاد. اما خود مرا پسری بود محبوب ترین فرزندان من. برادران او به صحرا بردند و گفتند او را گرگ خورده. چشمان من از اندوه او سفید شد. پس از او مرا پسری بود هم مادر او که باعث تسلای من بود. آن را هم برادران بردند و گفتند چون دزدی کرده به فرمان شما او را زندانی کردند، در صورتی که ما خانواده‌ای هستیم که نه دزدی می‌کنیم و نه دزد از میان ما زاییده شود. پس اگر فرزندم را به من باز نگردانی، در حق تو دعایی کنم که درد آن تا به 7مین فرزندت رسد. فرزندان نامه را به یوسف بردند. یوسف چون آن را بخواند، برقع از رو فرو گشاد و تاج از سر فرو نهاد و گفت: این عتاب ما تا آنگاه بود که شفاعت آن پیر پیغمبر در میان نیامده بود. اکنون که شفاعت او آمده، من یوسفم و شما برادران منید. پیراهن من بر یعقوب برید که درد او از دیدن پیراهن خون‌آلود بود، تا مرهم هم از پیراهن من باشد. پیراهن یوسف چشم یعقوب را بینا کرد، چون یعقوب را مهر یوسف با روح آمیخته بود. از اندیشه در قصه یوسف، مهنت وی و اندوه یعقوب و سوزش دل وی و حسد برادران و ستم به برادر خیش، آن هم بدان بزرگی، رنجی بدان درازی، حسدی بدان تمامی، دانسته می شود که خداوند از لطف خود به خانواده یعقوب چه نعمت داد و از رحمت خود بر آنها چه نثار کرد. با آنکه برادران از یکدیگر نفرت داشتند، لطف خداوندی دامن الفت ایشان را به هم دوخت و ایشان را از پراکندگی و دشمنی و انجمن و دوستی و برادری فراهم کرد، تا هم یوسف عذر آنها را پذیرفت و هم نعمت منعم را شکر گزارد. و چون این همه لطف و کرم از درگاه خداوند دید، زبان ثنا و دعا بگشاد. خداوند در آغاز سوره یوسف قصه یوسف را احسن القصص و در انجام عبرت‌آمیز فرمود. در اول گفت
نیکوترین قصه هاست و در آخر گفت در این قصه عبرتها و پندهاست. همه قصه پیغمبران که بیان کرد واسطه در میان آورد و فرمود ای محمد تو این قصه ها بر امت بخوان، ولی قصه یوسف خود بی واسطه بیان کرد. در قصه یوسف عبرت و پند برای پادشاهان است که در بست عدل و احسان به مردم بکوشند چنان که یوسف کوشید، و در آن قصه عبرت برای پرهیزکاران است که یوسف در نتیجه پرهیزکاری به چه مقامی رسید، و پندی است برای هوسرانان و شهوت پرستان که چگونه عفت و خودداری نتیجه سرفرازی داد. تا درودی دیگر، بدرود.